مبارک باد جشن نوربارد ارتش ملی. مبارک باد اوج افتخارد ارتش ملی. به ملت با وطن با امر سرفرمانده عالی مبارک باد عهد استوارد ارتش ملی. هر سال 23 فوریه در سرتاسر تاجیکستان روز ارتش ملی جشن گرفته می شود. 23 فوریه سال 1993 نخستین پرد ارتش ملی تاجیکستان برگزار گردید و این روز رسما سنه تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان اعلام کرده شد. در سخنرانی‌های خود اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بارها تاکید کردند که ارتش ملی تاجیکستان در وضعیت بسیار وزنین سیاسی و اقتصادی کشور تأسیس داده شد. با مرور زمان ارتش ملی تاجیکستان به یکی از نیروهای پرقدرت تبدیل یافت. این البته کوشش و غیرت حکومت جمهوری تاجیکستان برای تأمین ثبات و امنیت، آسایشتگی حیات مردم، مستحکم کردن مرز بوم کشور بود. در سرقانون جمهوری تاجیکستان در ماده 43 آمده است: حفظ وطن، حمایت منفعت دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعوی آن وظیفه مقدس شهروند است. ذکر دل من همیشه نام وطن است، اوراد زبان من کلام وطن است. من واصف عشق وطنی محبوبم، فهرست کتاب من مرام وطن است. با فرارسی روز ارتش ملی همه هموطنان، پدران و برادران، خویش و تبار و یار و دوستان را تبریک و تهنیت و مبارکباد میگویم. عیدتان مبارک باشد هموطنان عزیز.